گواردیولا شیرینی قرارداد جدیدش رو با 4 گل از تاتنهام گرفت. ستاره رئال مادرید هم دوباره با این تعداد بازی زیاد مصدوم شد. اینجا توی دروازه است و من مهدیم و منم همایونم و قرار هفته بعد فیفا دی رو با هم دیگه بررسی کنیم. از اونجای شروع بکنیم که پپ گواردیولا پنجمین شکستش رو متحمل شد، اونم جلوی گربه سیاه همیشگیش تاتنهام. از این 5 بازی 2 بازیشو به تاتنهام باخته. بله، یه 4-0 هم برد که یه 4-0 هم برد تاتنهام که زیبا برد واقعا. از زیبای گل مدیسون بگم یا از خوب بودن هینگ سون که پریمیر لیگ رو قشنگ یه قلقلکی داد واقعا با این 4-0. البته چیز جالب بگم، سیتی انقدر خوبه، انقدر رو فرمه که توی این هفته با اینکه دوباره شکست خورد و پنجمین بازی بود که حالا توی بازی‌ها داشته شکست می‌خورد، ولی همچنان رتبه دوم جدول پریمیر لیگ با این وضعیت سختی که داره و با 23 امتیاز رتبه دومه. یعنی ولی فاصله زیادی انداخته با لیورپولی که فقط یه بازی رو باخته، اونم بازیه رو به خرافاتشون باختن. یعنی آرن اسلات گفته که آقا وقتی ساعت 1:13 بامداد میشه یا 1:13 ظهر میشه ساعت رو نگاه نکنین. خودش اشتباها نگاه میکنه، بازی به ناتینگهام فارست میبازه. البته لیورپول رو نخوایم از چیزش بریم، باید از استثنایی بودن یه موصلاحی بریم جلو که بعد از بازی هم مصاحبه کرد، گفتن خبری از تمدید هستش، گفت نه فعلا و هنوز صحبتی با من نشده. و لیورپولی که فعلا 31 امتیاز داره و فقط یک شکست و اگر محمد صلاح نبود توی بازی الان رتبه 14 رو داشت اگر اشتباه نکنم و تاثیرگذاری 17 گل و پاس گل، تاثیر مستقیمی که محمد صلاح داشته فوق العاده بوده که توی کامبکی که جلو ساوثهمپتون هم زدن کاملا اسم مصلاح مشخص بود، با اینکه شاید روی یه دونه اشتباه گله رو یه دونه پنالتی بره جلو، ولی محمد صلاح با این فرم خوبی که داره لیورپول میره شانس قهرمانیشو داره تو لیگ از همین الان بیشتر و بیشتر میکنه، با توجه به اینکه تمام تیم‌ها شرایط سینوسی دارن. چلسی چقدر داره نسبت به فصل پیشش بهتر بازی میکنه. آره چلسی واقعا شرایط فوق العاده‌ای داره این فصل و احتمال اینکه چلسی بتونه لیگ قهرمانان سهمیه بگیره خیلی زیاده. بله چلسی هم تونستش 2-1 لستر سیتی رو تو زمین لستر ببره و چقدر هم زیبا بازی کرد و خوب بازی کرد واقعا. من داشتم بازی رو می‌دیدم. من یونایتد که توی لیگ برتر یونایتد اولین بازی آمورین بودش و رو نیمکت نشست به صورت رسمی و تساوی کرد و بعد از اصطلاحاً بگیم پسا سر الکس اولی سرمربی بود که بازی اولش رو مساوی کرد. بقیه سرمربی‌ها یا برده بودن یا باخته بودن. البته از این نگذریم که سر الکس هم خودش اولین بازی که روی نیمکت من یونایتد نشسته بود باخته بود، ولی حالا آمورین اولین سرمربی که بعد از الکس فرگوسن نتیجه 1-1 رو گرفت و تازه فهمید فاجعه من یونایتد چی. بعد گفته که این همه مدت من مربی اسپورتینگ بودم انقدر با هم مصاحبه نکردن که بابا یه بازی اون. آره صبر کنید یه ذره. قشنگ تو این حالت بود و شرایط عجیبی هم داشتش. من یونایتد خب دومین تیم پرطرفدار دنیاست بعد از تراکتور. بله بعد از تراکتور بله حتما. و تاتنهامی که تونست با بردش به رتبه 6 برسه، تفاضل نسبتا خوبی هم داره و داره خودشو میرسونه به بالا نشینای جدول، مگر که به تیم ته جدولی نخوره و اونا رو رابین هود دیگه هر بار با اینو خارج میکنه. هر بار با اینو بگیم که رابین هود لیگ جزیره است و بگیم از برایتون 10 نفری که 2-1 برنموث رو برد تا اینکه بازیش سختی نداشت جلو تیم 13 جدول. تنها کسی که تو ایران درست تلفظ میکنه. ولی رتبه 5 جدول الان که هم امتیاز آرسنال و چلسی هم هستش، 3-4-5 همشون 22 امتیازن. حالا داشتیم راجع به لیگ انگلیس و تاتنهام و اینا صحبت می‌کردیم. ویکاریو دقیقه 30 بازی مچ پا شکست و 60 دقیقه بازی کرد. حالا مدت زمان طولانی هم اسپرس نداره اونو و چقدر با غیرت. آره. این روزی که داشتیم تو پادکست قبلیمون صحبت می‌کردیم که خیلی پولی شده و اینجوری و اونجوری، ولی مثل اینکه ویکاریو غیرت گذاشت و کلین شیتش هم گرفت. آره متاسفانه، ولی خبری که اومدش خیلی چیز نبود. خبری که اومد خیلی 100% نیست که چند ماه دوره، ولی ماهاش طولانیه میشه. از انگلیس بخوام یه دو تا چیز دیگه بگیم و ازش بریم سراغ لیگ‌های دیگه، یکی صحنه ساوثهامپتون لیورپول بود که واقعا نمیدونم داور چطوری پنالتی گرفت. به نظر من پنالتی نبود. نظراتتون رو تو کامنت بنویسید اگر دوست داشتید. به نظر شما پنالتی بود یا نبود؟ و پپ گواردیولایی که
رکورد خودش رو دوباره زد. 4 شکست پشت سر هم حالا گواردیولا نداشت و الان پنجمیش هم نداشت و تونست متحمل بشه. که بریم سراغ لیگ آلمان. یه برد جذاب دیدیم از بایرن مونیخ طبق معمول که وینسنت کمپانی تونستش به نتیجه 3-0 یاراش ببرن آگزبورگ 10 نفره رو. و چه گلی زد هری کین، عجب گلی زد هری کین، جلو دروازه استوپ استثنایی کرد و یک ضربه فوق العاده با سر که کلاس جهانی بودن خودش یه بار دیگه به همه ثابت کرد. هری کینی که دست تاتنهامیه بود. انقدر این گل قشنگ بود که تو فضای مجازی جوری پخش شده که میگم مثلا وقتی رفیقت میگه دختره رو من کنترل نداره کنترلش. آره واقعا خیلی قشنگ. انقدر این کنترل فوق العاده بود. هری کین نشون داد واقعا حداقل تاپ 5 استرایکرای بذار فارسی بگم جزء 5 تا مهاجمای برتر حال حاضر دنیا هست. آره واقعا جزء 5 تا به اصطلاح استی بخوایم بگیم مهاجم نوک واقعا جزء 5 تا برترش. و هری کین هم اعلام که نه، یعنی پیش بینی کرد از خودش که این جام جهانی آخرم نیست. یعنی میخواد باشه. آره میخواد. احتمالاً پیش بینی الکی خواهد بود با این تعداد بازی افتضاحی که اروپا برای بازیکن‌ها ساخته. بیشک توان یک بازیکن با این سن بعید میدونم برسه. حالا درسته یه لواگولسکی هستش، یه هری کینی هست تو این سن داره میکشه، ولی چند نفرم بین این همه مهاجم. ولی اونم تیم ملی انگلیس از اون ور بالاخره یهو میبینی یه بازیکن 18 ساله اوکی تیم ملی انگلیس میتونه ببردش هری کینو، چون اونا که قرار نیست جام بگیرن، اونا که قرار نیست. بذار حداقل واسه سرگرمی با هم دیگه باشیم تو اون جام جهانی دیگه. فکر کنم همین، یعنی یه جورایی هری کین پیش بینی کرده که این جام جهانی که نگرفتیم آقا نگران نباشید بعدی هم من هستم. آره تا وقتی هری کین هست خبری از جام نیست. احتمالاً سرنوشت مارکو رویس بدون جام و هری کین خودش با یه برادرای تنی خوب میشن. مارکو رویس رو گفتی، حالا 4-0 فرایبورگ 9 نفره رو برد و خیلی نخواهیم تو آلمان بمونیم چون آلمان به هر حال هر کاریش کنه یه کشاورزانیه برای خودش. لورکوزن 2-0 بازیشو عقب بود در مقابل تیم هایدنهیم و 5-2 برد و یه دونه کامبک ژابی آلونسویی دوباره دیدیم که واقعا جذاب بود. از جذابیت داری میگی بریم سریع سراغ سری آی که اصلا 5 تیم اول یک امتیاز اختلاف. اصلا نه الان که دیگه بیشتر شد دیگه. الان دیگه اختلاف امتیاز شد 29 تا 25 بین تیم 1 تا 6. عجب روندی داره لیگ ایتالیا. 1 تا 5 28 تن، پنجم تا 5 29 آره تا 5 درست. تیم اول یوونتوس یه فاصله براش افتاد، ولی از اون طرف ناپولی هم داره میره بالا. آره ناپولی که تونستش 1-0 آیس روم ایتالیا رو ببره با تک گل لوکاکویی که از سمت روم طرد شده بود و بیرون فرستادنش و آنتونیو کونته‌ای که تلاش کرد تا این لوکاکو رو بیاره. همه گفتن وای چرا لوکاکو تو اوسیمن داری و لوکاکو داره خیلی خوب عمل میکنه. از روم گفتی سعود عبدالحمید اولین بازیکن عربستانیه که بهش فرصت رسیده شد تا تو سری آ بازی کنه. آرمس که یه دونه قراردادی بین هم صحبتش هستش که یه سری قرارداد بینشون انجام شده بود با الهلال که اینو بده ایوانی از اون ور رفتش و که بازیکن عربستانی بتونه توی لیگ ایتالیا توی روم بازی بکنه. صحبتاش بود ولی هنوز خب خبر قطعی نیستش راجعش. میلان یووه و ما تیم 6 و 7 با هم دیگه توی یک بازی به هیچ عنوان دیدنی، یعنی اصلا ارزش دیدن نداشت، 0-0 کرد و اصلا بازی جذابی نبود. اینتر همچنان قدرتمند جلو میره و 5-0 ونزیا رو برد و قشنگ شده زمین شطرنج لیگ ایتالیا. آره واقعا هات ریز بخوره میشه یوونتوسی که رفت فاصله‌شو زیاد. آره واقعا، ولی واقعا داریم این فصل جذابی لیگ ایتالیا می‌بینیم، یه جورایی برگشته به قبل. ما اصلا می‌خواستم راجع به آتالانتا بگم قبلش سریعا بگم یه بحث دیگه و ما دوباره اینجا مهمون استادیو فرفره‌ایم و لطف کردن و استادیو در اختیار ما گذاشتن. آدرسشون توی دیسکریپشن هستش و شمارهشون هم هست، اگر دوست داشتید باهاشون هماهنگ بکنید. محدوده آدرسشون هم میشه تهران فردوسی محدوده ایران شهر. بگم آتالانتایی که چقدر داره آقای گاسپرینی، اگر درست بگم گاسپرینی خیلی ساله هست، خیلی جذاب. امیدوارم که مزد این همه زحماتش رو استمرارش رو و یه جوری شده بود که همه گفتن شاید گاسپرینی خودش دیگه تصمیم به رفتن بگیره، با اینکه خب قراردادهای نجومی و اینا پیشنهادات وسوسه کننده لیگای عربی نتونست، اون گفت من با کارمو اینجا تموم کنم. آره موند آتالانتا الان رتبه دومه، درست فصل 13 هفته گذشته ولی رتبه دومه با 1 امتیاز اختلاف و از اینتر و
فیورنتینا و لاتزیو و یووه و میلان بالاتر با تفاضل گل بهتر و واقعا هم زیبا بازی میکنه. توی چمپیونز لیگ هم که رتبه 8 اگر اشتباه نکنم و خیلی روند تیم خوبی داره. رانیری هم اولین بازیشو باخت. آره مثل که اصطلاح ورزشسه گذاشته بود، اگر اشتباه نکنم پیداشم بکنم، اینه که گفتش شوک رانیری کافی نبود، چون همه منتظر شوک بودن از رانیری که برگشته بتونه بهتره کنه، ولی متاسفانه یا خوشبختانه برای هوادار رقیبش نشد. از ایتالیا دور شیم، میرسیم به اسپانیا، لیگ دوم جذاب دنیا. لیگ دوم جذاب دنیا اسپانیا میرسیم. من اول بگم چه اتفاقی داره بین پرز و افراد دیگه ای میفته. تباس اومد برگشت گفتش پرز دروغگوه. تباس مدیر عامل لالیگا اومد برگشتش گفتش پرز دروغگوه، هرچی میگه داره با احساساتتون بازی میکنه، دیوونتون کرده. چرا؟ چون پرز اومد توی مصاحبه اعلام کرد که آقا تعداد بازی‌ها انقدر زیاده که داره به سلامت بازیکن‌ها آسیب میزنه و آماری که داده بود چی بود؟ جود بیلینگام توی 21 سالگی 251 بازی انجام داده و دیوید بکام فقط 54 تا بازی توی 21 سالگیش انجام داده. یعنی قشنگ مقایسه‌ای کرده بود از 2 انگلیسی، 2 بازیکن رو فرم، 2 سی امی که استثنایی ان و ولی این مصدومیتایی که داره گریبانگیرشون میشه و وینیسیوسی که 3 هفته مصدوم شد به بازی حساس لیورپول. خب جواب اونا هم به منتقدا اینه که مثلا آقا وقتی میبینید انقدر حجم بازی‌ها زیاده، خیلی بیشتر بعد از آکادمیتون استفاده کنید، بهره بگیرید. مثلا پرز الان پوز اینو داده که من آقا بهترین آکادمی رو دارم دیگه، رئال بهترین آکادمی، ولی خب چرا استفاده نمیکنه؟ آخه تو بحث آکادمی میاری جلو، میشه که مثل یامال میشه که الان توی 17 18 سالگی داره بازی میکنه، فوق العاده است، فرم خوبیه، مصدوم میشه 3 هفته الان خونه نشینه، 2 هفته است و توی بازی، حالا بگم تو پرانتز که جلو بازی با سلتا ویگو که 2-2 کردن و باز هم نتونستن ببرن و آیا این بازیکن به فرم قبل برمیگرده یا نه؟ آیا دوباره مصونیت داره یا نه؟ بریم عقب‌تر، آنسو فاتی داریم، بریم عقب‌تر، کلی بازیکن رئال، کلی بازیکن بارسا و کلی بازیکن اتلتیکو، کلی تیم دیگه هستن که به خاطر این فشردگی بازی عجیب غریب از دست رفتن رسن و امیدوارم اینکه یامال با اینکه تیم رقیبمه ولی یامال اتفاق واسش نیفته، چون خیلی بازیکن رو فرمی. ولی خب همینه، از آکادمی استفاده کنه، قدرت بدنی پایین‌تره، فیزیکش ضعیف‌تره، همه اینا هستش به هر حال و باعث بشه که بازیکن ضعیف‌تر باشه. به نظرم کم نمی‌کنم، بیشترم می‌کنن. هی همین ازدحام فیفا دی ها، ازدحام آتیش بگیره این فیفا دی واقعا. ما که بازی‌های اروپایی یا می‌بینی الان یه چیز دیگه دوباره میان میسازن، میگن آقا مثلا 5 تا تیم الان جام جهانی باشگاه‌ها، همین الان تابستون ما جام جهانی باشگاه داریم، آخر بهار میشه، پس آره آخر بهار، خرداد، اوایل دوباره ما بازی داریم. چه خبره؟ چی کار داری میکنی؟ خب آقا من این دیالوگو میگم، ولی بخوایم از لالیگا بگیم صدامون نمیرسه تا اونجا اعتراض کنیم. آقا امتیازا رو بگو. رئال داره، آره رئال که 3-0 لگانس برد، چه گلی زد فده والورده، اصلا ماچ هم به لپت آقا والورده، جانم بهش، عجب گلی زد. اتلتیکو روی کامبک جانانه آلاوز برد و 700مین بازی که دیگو سیمئونه روی نیمکت نشسته بود رو با برد شاملش شد. برد اتفاق افتاد، برد جشن گرفت. آره با برد جشن گرفت با خولیان آلوارز آرژانتینی جذاب. یه بازی عقب افتاده با والنسیاست که آره برای رئال، اونم معلوم نیست که درسته. بله هنوز اصلا یهو ممکنه بندازن آخر فصل اگه ببینن بازی شرایطه. ولی از اون طرف اگر اونم برد حساب کنیم، یعنی 1 امتیاز فاصله، پس بارسلونا باید خیلی بهتر از اینا عمل کنه. هانسی فیلیک خوب بوده ولی میدونی انگار حالت اینه داری در میری، یه نفر پشت داره سایه به سایه تعقیبت میکنه، هی تو استرس بیشتری داری. آره انگار رئال رو فرم نبود، بارسا داشت بهتر عمل می‌کرد. رئال که برگشته رو فرمش، حالا هنوز که کامل برنگشته. از اون طرف هم هانسی فیلیک تو دفترچه کلندرشون تاریخ لیگ قهرمانان فینالش رو گذاشته، انقدر خوشبینانه، ولی بعید بدونم توی لیگ قهرمانان امسال من چیزی
نمیتونم پیش بینی کنم، ولی 1% پس ذهنم نمیم چرا دارم دوگانه لیورپول تو ذهنم میاد. حالا کلی مونده تا آخر فصل، ولی چیزی که ذهن من میاد اینه. بگم که دوباره گفتم فکر کنم وینیسیوس مصدوم شد، رئالم که امتیازش الان 4 امتیاز اختلافه با اینکه یک بازی کمتر داره. والنسیام از قهر جدول اومد بالاتر، 4-2 بتیس رو برد. حالا برای اونایی که براشون همه اتفاقات فوتبالی جذابه بگم. و خیرونایی که 4-1 اسپانیول برد، سرمربیش هم بهترین سرمربی ماه لالیگا شدش. برای این هفتم که لیگ قهرمانان جذاب هستش که ما هفته بعد حتما بهش میپردازیم و امیدوارم که حالتون خوب باشه و حتما ما رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، زنگوله همایون هم بزنید حتما. خیلی ممنونم از بازدیداتون. حتما اگر دوست دارید برای ما کامنت بذارید، نظراتتون بذارید که بتونیم بهتر و بهتر بریم جلو و خیلی مخلصیم.